شاهزاده رضا پهلوی چون نیک بنگری عرض کنم که فرمانده است که از عقب میاد، یعنی نشسته ببینه که 4 نفر کجا میدوون، ایشون هم دنبالشون میدوه، یعنی جنگجوی از عقبه. به محض این که دید اوضاع تاریکه فرار میکنه به چی؟ به کجا؟ به قصرش. اونجا هست تا دوباره یه عده بیان بیرون، ایشون هم از پشت. ولی نادرشاه بچه بود، پدرش هم یه پینه دوزی بود و پیراهن براش میخرید. عصری که میومد میدید پیراهن تنش نیست، ولی پیراهن تنش نیست. میگه پیراهن شو، گفت پیراهنم پاره شد. و این پدر یه روز میره ببینه این داستان پیراهن چی هست، میبینه که نادر که بچه هم هست، مثلا 10 ساله 12 ساله، این بچه ها رو به 2 قسمت تقسیم کرده، بازی جنگ و هر که از جنگی بهتر، یه استراتژی بهتر داره، پیراهنشو انعام میده. داره از این بچه اون نادر به عمل میاد که از هیبت نامش اروپایی هم حتی میخوام بگم میلرزیدن. بله این داستان بارون است. اینجا این موضوعی که در ایران هست موضوع ساده ای نیست. بچه ها دارن کشته میشن، خسته شدن از دست آخوند و ملا، خسته شدن از جنایات. این امر مهم نیست، امری نیست که باش بازی بکنی. ایشون آمده داستان وکالت باز کرده. وکالت چی باز کردی مومن؟ 300,000 نفر 300,000 نفر آمدن بهشون وکالت دادن. خب این که کسر شأنه. و نفاق و فساد شروع شده در ایران به خاطر همین کار. دوستداران ایشان هم متاسفانه یک مشلات و لوتن، ولی افتادن به فحاشی کردن و به ملت بد و بیرا گفتن و این ملت گدا، این ملت کی، پهلوی ها آمدن اینها رو درست کردن. پدر جان 50 سال اینا حکومت کردن بر این مملکت، میخواستین 2 تا جاده نسازن، یه راه آهن و 4 تا دانشگاه. آقا اینا وقتی پهلوی ها رفتن پدر جان 10 تا 100 داشتیم، 6 تا دانشگاه داشتیم. عرض کنم که یک راه آهن این مین استراکچری بوده که اینا ساختن. خب دستشون هم درد نکنه، ولی 50 سال هم وقت ملت گرفتن، آزادی ملت رو گرفتن، نمیدونم قانون از ملت گرفتن دیگه. چه بدهکاری ملت داره به اینا؟ وظیفه‌شون بوده. آمده که به من بگه چرا؟ به خاطری که ایشون تکروه. چرا؟ به خاطری که ذهناً دیکتاتوره. الان جز این که بگه بله من کاری نیستم، من نیستم، ولی میخواد همش به او برگرده. شما پیدا نمی کنید که رضا پهلوی یا شاهزاده رضا پهلوی با 4 نفر مثلا در یه جایی که سخنرانی هست 4 نفر دیگر هم کنار ایشون باشه، محاله. برادرش رو راه نمیداد. اون برادری که دانا بود و ایران شناس بود و لیاقت داشت، جرأت نمی‌کرد بیاد واشنگتن. من زمانی که ایشون خودش کشت، ما آمدیم اینجا ایراد کردیم که آقا چون یه گوینده میگفت عجب پسر خوبی بود، عجب آدمی بود. گفتم آقا باشه یه مصاحبه کردی، یه ایمیل نداشت، حق نداشت ایمیل داشته باشه. و یک وزیر شریف بزرگواری به من زنگ زد، گفت مشیری یه چیزی بگم، این بچه رو انقدر در انزوا نگه داشتن و بهش اجازه ندادن یک مصاحبه‌ای بکنه. شما دیدید که اون آدم لایق یک مصاحبه بکنه؟ دیدید که شاه اللهی و غیر شاه اللهی یک مصاحبه‌ای با اون جوان بکنن؟ ها، انقدر در انزوا نگهش داشتن که شاتگان گذاشت تو حلق خودش رو باشر کشید. بله. و اون وزیر محترم که به من گفت که شما همه میشناسیدش، به من گفت که مشیری یه مطلبی بگم به کسی نگو. گفتم چیه؟ گفت این شازده آمد واشنگتن
آمد و 9 نفر رو جمع آوری کردی، با خودش میشدن 9 نفر. خب ما که مبارزه میدانی با آخوند نمیتونیم بکنیم، ما بیایم در واقع یک تیمی درست کنیم از طریق ارتباط با سناتورها، از طریق چیز با رجال آمریکا برای ایران یه پوانایی بگیریم، یه کاری بکنیم. حساب کردن گفتن که مخارج ابتدایی $9,000 هست هر نفری و $3,000 الان شما بدین همه، و اون پسر اون تیمساری که اسلحه می‌خرید و در واشنگتن هم اونجا چیز داشت اونم بوده، ولی این بیچاره $3,000 میده، ولی این بابا میره خبر میده به آقای رضا پهلوی که برادرت اومده داره کار سیاسی میکنه. وقتی گفت برگشت این شخصیت که میگم یه قوم‌کشی هم داره با و داره چیز میکنه و آدم جمع کرده و اینطور، رو وقتی میره خونه با فحشای اونچنانی روبرو میشه و برمیگرده پولش میگیره بیچاره و برمیگرده میره بوستون. هم خونهش به من گفت آقا شما یه حرفای میزنید که انگاری پیش ما بودید. مقصودم اینه که ایشون تکروه خیلی آدمای لایق من در این طول سالها میشناسن که رفتن منزل ایشون باشون صحبت کردن، ولی هیچ کس رو نمیپذید. خودش سرور میدان میخواد خودش باشه. اگر ایشون حسن نیت داشت و اگر ایشون دانایی می داشت، این همه دانشور رشته های اقتصاد و رشته های سیاست در این دانشگاه های آمریکا و کانادا هست. اگر ایشان میخواست که کاری بشود باید نامه می نوشت 8 نفر 10 نفر آدمای دانشمند که مورد اعتماد مردم هم باشند در منزلش جمع آوری میکرد، یه مهمانی میداد، با اینا صحبت میکرد، اونا رو معرفی میکرد به مردم و یه کاری این چنین، نه اینکه تک نفری را بیفته بگین که منو بگین که من وکیل شما هستم، این وکیل شما هستم، چه معنی داره؟ 300,000 نفر آدم از این 40 میلیون ببخشید 8 میلیون 300,000 نفر امضا کردن. من با شما شرط میبندم این بنده که اینجا نشستم و شازدم نیستم، اگر یه همچی تقاضا بکنم از این بیشتر خواهد بود، امضاها از این بیشتر خواهد